بچه روی این ماری افی تقریباً 3 متری را یک جوان از ناحیه مومن‌آباد کشت و نوارش را در اینترنت انداخت و هیاهوی برپا کرد. نسیم میرزایف فکر نمی کرد که برای این رفتارش به دردی سر گرفتار می شود. نسیم ماه اپریل اینجا برای بردن چاروایش آمد و به خزنده عظیم روبرو شد. دیگه ساعتای 6 قریبی 7 گوای کنی اینجا گوای کنم که امیز بر اومدم اینجا چخت ایزمین یک 60 سانتی متر بودم خیلی این نگاه کرد ما نگاهش کم قفو گشتم که در دستم خیلی چی بود دوسی الکترایی کی بسر مایم سوما قفو رفتم که خیلی نزدیک شد دم دوست قتیزم شد خیلی گرفتم بیرا گرفتم. بعد حادثه نسیم را به اداره مقامات انتظامی دعوت کردند و خواستند شرح بدهد که چرا و با چی ما را کشت. یا اوضاعی شدن که با کمون زاگیه برای همون ایس ملیسا فایرود کن که مثل کمون دورن توجه دوره یکی. بعد از این بازپرسی ها نسیم میرزایف را طبیعت شناسان نصیحت کردند که حتی قتل مار هم آسیب رسانیدن به محیط زیست به شمار می رود. حفظ محیط زیست فایرود کن که خیلی چیزا ممکن نیست چیزایی که مثل چیه مورا ممکن نیست کشتنشونی تاریخ خیلی من خدمت چی کردیم و خیلی مویا کردیم ما یکون چی دیگه کردی نبودم یه جمع بیانات گرفتنه دیگه تینجه. در تاجیکستان برای قتل مارهای نادر تا 1,500 سامانی جریمه تعیین شده است و از بس که نسیم برای حفظ جانش به مار مقاومت کرد او را جریمه نبستند. خودش اعتراف میکند که در دشت و جنگلزارهای نزدیک روستایشان مارهای افی زیادند ولی در 10 سالهای اخیر کسی را نگزیدند. گاو مولم مثال زلال میتونه ایس گاو را مثال گوسفند خیلی چیزا زلال میتونه که اودام دا یکم بوشیده. در تاجیکستان ما را عمدتاً خزنده ترسناک و مدهش مینامند و میکشند هرچند به گفته طبیعتشناسان این یک جاندار بی‌آسیب است و تنها در صورت احساس خطر به جانش به انسان حمله میکند.